اینجوری نگاه گپا برخواه میزن پیش بیم یادتان است که در تیک تاک ها کشیدیم نه؟ که کرشمه نامزاد آمد است کرشمه نامزاد آمد است چقدر بین ما سوی تفاهم ها پیش آمد حامد جان بعد از اون برنامه دیگه در تصویر نامد جگرخون شدیم به اینکه میخواست چینل خود پیشرفت بده اما به خاطر همین گپا استاپش کرد و به خاطر از اینکه همیشه کسایی چی میگفت ما خواستیم که ترتیبات رو بگیریم گلگوش گرفتیم هتل آمدیم وگرنه واقعا مادر ما تصمیم نداشتیم بیاریم اما اقی گپ و گردونی زیاد شد گفتیم اگر نریم باز فکر میکنن که همون گپ حقیقت داشت نه برنامه است که مثل برادر کرشمه جان وارث بعد کل اینکه ما مثل برادر ما وارث هیچ کدام گپی نیست خب ما مردم خدا دیگه انصاف بوده که در گپ دیگه در هر کار باید یک گپ بزنیم از همین خاطر ترتیبات کل چیز گرفتیم دیگه محترم دیدیم که گل زدیم به اجازه مادر جان و پدر جان و پدر اون آمد گفت من در خانه میباشم و دیگه